بیا که در بغل دنگت بگیرم سوی جان، بلای کاکلای چنگت بگیرم سوی جان، بلای کاکلای چنگت چی باشه سوی جان، بیا که از لبای خندت بگیرم سوی جان، از حال به حالم سیم جانه، حال ندارم عزیز جانه، گل حالم گل شبنم نارم زغن، غم ما ستم به من، گل حالم گل شبنم نارم زغن، غم ما ستم به من، گل حالم گل شبنم نارم زغن، غم ما ستم به من. سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوار هستم هر جای که هستید جور و خوب و صحت و سلامت باشین و از شما تشکری میکنم از اینکه این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبای محلی می باشه که این ویدیو به انتخاب یکی از دوستم آماده میشه. دوستای عزیز، در شروع ویدیو میخوایم از تمام شما عزیزان سپاسگزاری کنم که شما این کانال به هر نوعی که کانال دارین سپورت میکنین. لطفاً کامنت و سابسکرایب و لایک فراموش نکنین. دوستای عزیز، یک تشکری بسیار خاص دارم از دوستای ما که ممبرشیپ خریدن و این کانال میخواین که مادی همچنان سپورت بکنن و دوستای ما که از ما درس‌های آنلاین میگیرن ازشان میخوایم قلبا سپاسگزاری کنم. دوستای عزیز، اگر شما هم میخواین با ما درس‌های آنلاین شخصی و فردی داشته باشین، شما میتونین از طریق مسنجر و یا از طریق کامنت ها در زیر این ویدیوها با ما با تماس شوین. میریم دوستای عزیز شروع میکنیم. آهنگ سیاموی جان یک آهنگ محلی است و شعر و کمپوزش معلوم نیست که از کی است. این آهنگ زیبا در فریجین اسکیل یا همون نوتای راگ بهروی جور شده دوستای عزیز و ما میخوایم که از سی بخونم. البته دوستای عزیز، در این آهنگ هیچ نوت بیرون از اسکیل استفاده نشده. البته زیاد هنرمندا خواندن و استاد ساربان از امو قدیمی ترین یکی از هنرمندا بوده که آهنگ بسیار زیبا اجرا کرده و امیدوار هستم که این آهنگ خراب نکنم. میریم و یک جای شروع میکنیم دوستای عزیز. فریجین اسکیل یا نوتای راگ بهروی یا امو اسکیل نوتای راگ بهروی، اگر ما از سی بخونیم چه رقم شکل داره؟ سا ری گا ما پا دا نی سا سا نی دا پا ما دا ری سا، بیا که در بغل تنگت بگیرم سیاموی جان، بلای کاکلای چنگت بگیرم سیاموی جان، بلای کاکلای چنگت چی باشه سیاموی جان، بیا که از لبای خندت بگیرم سیاموی جان، از حال به حالم سیاموی جانه، حال ندارم عزیز جانم، گل لاله گل شبنم مردم ز غم، کم نما ستم به من. تمام آهنگ اینمی از دوستای عزیز، یعنی آهنگ انتره نداره. اینمی یک قسمت است که تکرار میشه دوستای عزیز. ما لیره امرای یک انگشت نشان میدم. آهنگ از سی ماینر کورد شروع میشه و آهنگ از گش شروع میشه دوستای عزیز. بیا که در بغل تنگت بگیرم سیاموی جان. اینمی از دوستای عزیز یک قسمتش که باز تکرار میشه، می 3 بار تکرار میشه. قسمت دیگهش قسمی است که میگه از حال به حالم سیاموی جانم، حالی ندارم
جانم گل لاله گل شبنم مردم ز غم کم نما ستم به من. که در قسمت نی استفاده شد دوستای عزیز. اینمی تمام آهنگ از دوستای عزیز. دوستای عزیز شما هر ملودی را که میخواین که ما بسیار زیاد ملودی ها را کار کردیم در آهنگای راگ بیروی، شما یک از اونها را انتخاب بکنین. ما مثلا چی را انتخاب کردیم؟ همراه یک انگشت. ریتم از این آهنگ دادره می باشه دوستای عزیز، یعنی که 6/8 time signature. در یک بار ریتم 6 تا نوت 1/8 وجود داره. میریم دوستای عزیز در دادره میدیوم در تمپوی 20 در اپلیکیشن دوست ما که بر شما میشه معرفی کردیم ایده ما تمرین میکنیم. بیا که در بغل تنگت بگیرم سیاموی جان بلای کاکلای چنگت بگیرم سیاموی جان بلای کاکلای چنگت چی باشه سیاموی جان بیا که از لبای قندت بگیرم سیاموی جان از حال به حالم سیاموی جانه آله ندارم عزیز جانه گل لاله گل شبنم مردم ز غم غم نما به من ستم گل لاله گل شبنم مردم ز غم غم نما ستم به من گل لاله گل شبنم گل لاله گل شبنم مردم ز غم غم نما ستم به من گل لاله گل شبنم